دوستان عزیز، عید سعید فطر مبارک شود. پروردگار سربلند خانه آباد باشه. اگر راستیش هر یک دوست من، هر یک برادر، هر یک اکا و خواهر که امکانیت ندارم تا دیاد نمیرسن، تا وقت نیست زنگ بزنیم هر یک کدوم شما فیزیکی این دارم پیش مسجد پرسپک میریم. در حق همه شما دعاگو هستیم. ان شاء الله در حق ما دعاگو باشه. دعا میکنیم پروردگار در این رمضان گذشته کل گناه ما را عفو ساخته باشه و ما را همچنین خداوند میگه خودش بخشنده است، بخشنده ها را دوست می‌داره، ما را هم دیگر بخشش کنیم. پستی بلندی از جانب ما گذشته باشه. برادران مهربان، خواهران عزیز، آبونچیان عزیز، یک شما را پادپیچ نمیدونم. پادپیچ او چیزی که یا تماشات میکنه یا ایسوس میکنه. شما دوستا و برادرای هستی که هم دمن آبونش دگی هم دیگر دستگیری میکنه. رحمت به همتون. به خاطر خدا، به خاطر روز عید بنده بابا جان رو ببخشه. یگان پستی بلندی ها که جواب نگفته باشم یا یگان قبیح گفته باشم، جواب کدام محله را انجامده باشم، به خاطر الله ما را ببخشه. ما نیز همچون بنده پرگناه شما را پیش پروردگار گناه نداره. یگان تشما پیش ما را بخشیدیم. خداوند خودش بخشنده است، بخشنده ها را دوست می‌داره. یک بار دیگه عیدتان مبارک. در پرسپک میر ان شاء الله بیای همین جای حجامه ما در خدمت شما هست ان شاء الله. دوستان مهربانی من، این هم جای ما. خدا نگهدار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادر عزیز. یادم بینی مسجد ها در او جای سبحان الله. یادم بینی سلام دوستان عزیز، عید فطر مبارک. سلام علیکم برادر عزیز، عید مبارک. آدم بین شما باور کنید ما در پیش همین جای حجامه مویم. این جای حجامه دیم. صفحه دیده نمیشه و تو 3-4 متر 2 متر پول متر صفحه بینه. خدا نیستم کنم تر ایمانا کامل گردانم. چون میگی سلام علیکم دوستان عزیز. خداوند گربان تو باشه که همه وقت درباره مردم نیازمند دوستان. بگیم رمضان هم اخیرش اومد. رمضان هم اخیرش اومد دوستان مهربان. حرکت کنه که چیکار کنی به نماز و به طاعت، به قرآن خوانی و خیر احسان ها بگذرونید دوستان مهربان. ما قرار داریم در حجامه پرسپک میر برکت حجامه در جای قاری موسی. دوستان عزیز، حجامه ما از 10,000 عبارت است که دایی چی میدرویه بیجا نشان بتیم. دایی میدرویه فیتا بوچکا، بعد فیتا بوچکا دوش، بعد دوش مساج خوب، بعد این خون تا میگیریم انشاءالله. همه خدمت رسانی. با پلوس اینجا چی داریم؟ خوری اومده یادم زد. در همین حجره که حجامه ما برای آدم ها و مادرایی که مقصد خداوند شفا شد که بیماری ها هستن، احسایی، ترس، وهم، سحر و جادو، یعنی جینش میگیم، جین زدش میگیم، گروه هم شوه. در اینجا دعا را میخونن. رقم های هرچه میمونم بالا اونگیش 93 دوستان وقت زنگ میزنیش ما من در راست میمونم 93 برای حجامه هست. این تنگیش در راست میمونم قاری دعاخون مینویسم. برای دعاخونی باید زنگ بزنی. ایمو را نبرود میکنی دعا میخونی. همین چیزی که پیش تو هر یه ویدیویی که میمونیم با دقت گوش کنید دوستان، خواهش میکنم. خوب دوستان مهربان، حجامه ما همین خدمت رسانی 10,000 میشه. خوب دوستان مهربان، هر یک از شما خواهش میکنم به حاضر بیایی به سری بلند انشاءالله در خدمت شما هسته شرکت حجامه ما. دوستان در این چیکار کرده میشه؟ پیلوس این همه کارها انشاءالله، یعنی که با نامکاتون در اینجا می نویسم. همون آزمونه که بود رفته است و انشاءالله یا برادر ما رفتیم روی کریم گشت اومد انشاءالله. در این با میدرویا نامک تا در اینجا می نویسم. مثلا میگین این برادر احمد داره، محمد داره، رحمت الله سه که نام داره، نامش می نویسم، رقم تلفن تا هم با طریق خوراکشی شاید پروردگار نصیبت میگردونه. چی میکنی؟
حج عمره میره ان شاء الله. یعنی که اساسای کارخانه ما که در یگان چی نمیداره دوستان. بعد این اینجا دوستان مهربان تمام نمودی داروها اومده برای خنک زدگی ام پلوس به نرخ ارزون. ام پلوس چند است؟ بلند گپ زنید پیش 1200 ام پلوس 1200 اگر خواهی بود گیره بیایی ارزون هم میتیم 1200. یعنی که دائمی رقم های 93 با واسطه پشته به همه شهرها روی میکنیم. ام پلوس این هیچ چیه؟ تریبوس چی؟ تریبوس هم 1200. یعنی که با ارزون هم میشوند دوستان مهربان 100 روبل 50 روبل 200 روبل با واسطه و چق ایده زنگ میزنی انشاءالله. پیروز این قرآنهای کلام الله داریم، قرآنهای داریم، تمام نمودی داروها با دوخی ها شامپون ها خیلی یک قیامتی اینجا وارد تپیدگی برای آدمایی که پشتی دستشو سفید میشه روشو سفید میشن. اگر گروهی هم شب بعضی کم کساله داری ملاوزی تاجیکی کساله پیس میگیم که برای هستن این کرال کاجا دوستان مهربان برای بوی تگی پا اینا برای بوی تگی پا اینا میشه که هم بورا میگیره هم کم کم همو گریبا که پا را فایده داره دوستان. بعد برای اینا تگی کش برای بوی تگی کش دوستان مهربان برای تمام این نمودی دارو هست. شامپون ها برای موها ریزوندن نمکن ناو شکی دست اسپید نکن ناو یا برمز نباشه مو نمیره. خلاصه اینایی برای چی میگن نکلاش میگن پرخد میگن برای نکلا برای سخت کردن برای بعضی مادرها مقصد اینمی مستفادی دارن. بعضی مادرها دوستان مهربانی یعنی که مقصد مادرها پیشو باشو بعضیش در میکنه شیر میگن چی میشه خیلی سخت میشه و میتونه که برای مادرها این خرید کنی. برای خواهرها هست برای جوهر هسته. بعد برای سیگه خوب دوستان عزیز که بیسپلادیا برای آدمایی که بغای اینو هستن بیسپلادیا بهت کاچ است خوب این مال تیار کرده میشه و در خرید داغستان دوستان میتونی برای بیسپلادیا برای این کسالای جوهر بعضی آدما جوهر دارن اینا نگاه کنید این شته جوهر دارن برای جوهر هسته برای هم خرطخو. بعد هسته برای پامیار آدمایی که فراموش خاطرن که من نیست 950 روبل. آدمایی که مقصد چی دارن پامیت فراموش خاطر میشوند از همین میتونن استفاده برن. بعد برای هم برای فراموش نشونده و آدمایی که با نروی چیز میکنن عصبی میشوند شب خواب کردن نمیتونن برای نروی هم هستن دوستان عزیز. اینا برای نروی خوب برای نروی هم ده همین هست دوستان. بعد این برای سوستا برای زانودار یعنی که هر یک قدم نشون تو میتیم شخص مادران و پدران و بچه‌هاش که هستن وقتی نمازخوانی زورشون میاد برای سوستا برای همین بین پیوندهای استخوان‌ها هست برای سوستا. بعد شخصایی که چی دارن آلرژی اینا آلرژی که داره دوستان عزیز برای شخصانی آلرژی می‌داشتگی از تمام نمودی که علف و ایساگ از مقصد بوی بیزه و همین چیزا بعضی مادران و پدران بعضی کودک‌ها آلرژی دارن میتونی استفادهش برای تین نیستن یعنی هر یک کدوم یک مزاک شیرین مزه داره. بعد برای کسالای چی داریم گرده جگر یعنی که برای نمودی کسالای جگر هم هست برای گرده هم هستن یعنی این چیزایی هستن که مثل عسل تیار کردگی میخری دوستان مهربان. یعنی یک تویگه اگر که من اگر گاو زنم این تیار شوی نداره دارو خیلی بسیاره. بعد برای خواهرها و مادرها یعنی که برای چی میگم بچه دام شو که متکم میشه بررسی با هسته هم خیلی آسون خورد اصلا روز کردگیان. بعد این دوستان عزیز اینا چای برای موی سر میناکسیدیل اگه مگم همین بیکارشم بعد رمضان میاد بر بسنجم یا برای سر این اهمیتی سر من همین خیلی 2011 خیلی کال استفاده دیگه تا بگی نمیریزه هم خیلی استفاده نه که بعد رمضان اگه تصمیم گرفتن که همین پاپرو وقت کنم دروغ باشه یا روز اینا یه دوره چند سمه 1500 هردشون هر دوش 1500 میشه. اگر یک شب گیر ای داشته باشه چی؟ او 1000 سوم 1000 سوم 900 سوم 950 سوم این ایش 200 سوم 300 سوم مقصد هر نمود هست. این ای میناکسیدیل هست. بعد کی هست؟ برادرانی که و مادران خواهرها که برای موی بدن ریزوندن برای موی بدن ریزونده چند سومه؟ 500. یعنی من برای چی نرخ دادم میپرسن که خودم روز چی نو کار سر کردم من نرخ نوش ولی نمیدونم 500 سوم برای ما میریزیمش میشه پیش میشون میگن در بدنت یک 3-4 مینوت میسه چوک داره ولی چوکش دم جان سلفیت کردم میگی با سلفیت کردم با چوام که میشه کیش میره یعنی که بعد مولی خوب است. بعد هسته روغن شترمار سیاه دانه
یعنی که با برای عصب کودک‌ها اومگا 3 برای ویتامین عصب کودک‌ها هست اینا اومگا 3 دوستان عزیز میتونی ایام خریداری. این چند سمه اومگا 3 500 روبل اومگا 3 دوستان مهربان. یعنی که برای عصب کودک‌ها هست. بعد کسایی برای 4 ویتامین اینا دیگه 100 کپسول داره 100 دونه کپسول داره 400 روبل دوستان مهربان. روغن سیاه دونه 4 ویتامین یعنی کپسولش خوکش دوستان. اکو چی بگم این رژینسی برای چی بود؟ برای ویس میشنه ماسا گرفتن. برای این رژینسی برای آدمایی که خروان برای فربیش کردن. چند سمه؟ 1300. 1300 سوم رژینسی این یک میدونه بسیاری خرید. انا بعد هسته روغن سیاه دونه. روغن سیاه دونه را داریم دوستان مهربان. اکو جو مالی تنگه و سوسک شد میکنه برای بارون اومده استودیان. ان شاء الله این روغن سیاه دونه داریم. با یک چیز خوب دیگه داریم. همه شما بگیره یا من خودم پاپروات کردم تمام برادران کی اینجا که جمعه کردم صرف نوردم پشت کلات پریخونه. یعنی ویدیو منم دیخونی نه که مونتاژ آقا من نمیدونم رقم میمونم. بسم الله رفتیم نگاه کنید دوستان. یا توخی دارم یه توخم وقت میدادم. امی مازی سیاه دانه چورنی که من تیار کردگی برای بغم درد این دستو در میکنم پشت نگاردن مردم میشه کمیا به حد مازی خوب است. یعنی من کسی که میدونه دائم کار هسته یه ریال نمیدونم که هیچ چیزی به حد بقوت است دوستان مهربان. این ماز چند سمه ماز 400 روبل. بیا خوری جون 400 روبل ایش با چی بگم نشون تو بدیم. خیلی کرونا را گفتیم ایشان خیلی نمیفروشیم. با چی مونده دایده؟ یا سیگار خیلی نی میسوا خود چندیمه 50 روبل. 50 روبل نه چی میگه دادن توزه کنه چی میگه دادن توزه کنه میسوا. انا بعد دوستان مهربان یک سیگار کرونا پدرکا اومدگن یا نمیدونی شمتی یا کاروش کردگی ای ترکیه ریال نه یا هستن دوستان. این همیو رو ما اپتو میفروشیم شتوکاکی میفروشیم دوستان مهربان. نگاه کنید دوستان عزیز این همی قرآن این همی ای ترکیه اومدگی درش قرآن داره تسبیح داره. یعنی که یو اورجینال این یک سنگ کعبه ای مخینه. بعد این اینجا با چی داره جای نماز درش داره. و میتونی خیلی زمزم بگیری پرش کنی مثال گپ این دوستان مهربان. نگاه کنید قرآناش رو ببینی یعنی که خیلی همش اورجینالن. قرآن یک کلمه الله همش قرآن است اما کاغذاشون یا کچ است و همین قرآن ترکی دیگر است همه وقت. خوب دوستان این پدرشونی هستن اپتوی هم داده میشه و رازنیسه هم داده میشه. کلیتسلا خیلی بسیار دوستان مهربان. و جای نمازهای کرمانی هستن. این جای نمازهای برای جیوه توقی ها هستن دوخی ها هستن. بعد از همه زورش هست که مازی فرنگ کسی که این کنه داشته باشه مازی فرنگ بگیره بیاره دوستان. این مازی فرنگ برای برادرها هستن. خاطی فهم که بچه چرت میکنه. خیلی دیگه هم برای چیکارم بیا کردم شینید شما شینید ما ویدیو کردم. خداوند حفظتون کنه. خیال میکنم بعد عذاب جین برای سحر جادو و برادرایی که مقصد خواهرای عذاب جین یا همه چیزی که نشون میدیم چیه اصلا این چیه این کریم اکسپیگمنت برای داغ رو برای اینا برای داغ رو با اکسپیگمنت اینا با خیلی مزه بده کی برای داغ رو میگیره برای داغ رو اینا بده. راست شما گفتم که بعد منتلین هست دوستان عزیز برای بغم درد امو چی میگن زانوها چند سمه 1000. این عذاب جین چند سمه 1.5 سم. انا باید سیگا داروی خراشوی خراشوی جمعی را بمونم امی داروی خراشوی یک قیمت را چند سمه ای 1500. 1500 سمه دوستان عزیز. این به حد کجا نبرداری کچ است خوب داره. یعنی که این تماما دیگر ای حکو در بانکچه میفروختیم شورکنجا و را پس نزنیم کمتر برای ضرر آوره. چی بودن نومی ما فضاب خیلی پس نیه برادره که میفروشه خواهش میکنم پس رو نمیزنم کمو سرچشمه همه برای بپرسی برای که کمتر ضرر داره. من برای مقصد نیست که ای بخرید ایش چی داره سمیوم وان یعنی که برای خرابشوی هسته و برای فربیشوی چی بود ایمو؟ او بود چی دیگه رد سرد انا خلاصه هم خیلی خداوند حفظتون کنه. خیلی این شرکتی ما نشونفتی که جمع برکت در خدمت شما. خداوند حفظتون کنه. اون رقم در اکران همه خدمت رسانی 2000 روزای نزدیک انشاءالله یک
сюрпризи хуб дорам барои бародаро. Агар ки имкон боша иншоалло баъд суҳбат кунем. Худованд ҳифз кунад. Худтон эҳтиёт кунед, бо чакчак мекунем.